سلام رفقای عزیز، خیلی خوشحالم که دارید این ویدیو رو میبینید. به اولین جلسه از دوره HTML کانال X-Ray خوش اومدید. این دوره رو ساختم چون میدونم خیلی ها میخوان توسعه وب رو شروع کنن ولی نمیدونن از کجا. اصلا نگران نباشید. ما از صفر مطلق شروع میکنیم. یعنی اگر تا به حال یه خط کد هم ننوشتید، این دوره برای تو هستش. راستی اگر تازه به کانال X-Ray اومدید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. حالا بریم شروع. خب بیایید اول بگم چرا باید HTML یاد بگیرید. HTML پایه و اساس همه وبسایت هستش. بدون HTML هیچ صفحه وبی وجود نداره. تصور کنید اینترنت بدون HTML مثل کتاب بدون صفحه هاست. اهدافمون تو دوره چیا هستش؟ 1. درک کامل ساختار HTML. 2. ساخت صفحات ساده ولی حرفه‌ای. 3. آماده شدن برای CSS و جاوا اسکریپت. 4. لذت بردن از یادگیری و قول میدم خسته کننده نباشه. حالا بیایید بگم HTML چیه؟ HTML مخفف کلمه Hypertext Markup Language، یعنی یه زبون نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب. این زبون به مرورگر میگه چطور صفحه رو نشون بده. به طور کلی بدون HTML وبی وجود نداره. بیایید به صورت عملی ببینیم. من اینجا یه سایت ساده رو باز میکنم مثل دیجیکالا. واردش میشم. حالا من راست کلیک میکنم و اینسپکت رو میزنم. ببینید این کدهای HTML هستن. حالا بیایید یه سند با هم درست کنیم. برای این کار ما باید یه فایل درست کنیم با پسوند HTML. برای ساختن آسون فایل ما به یک IDE نیاز داریم. اگه نمیدونی IDE چیه، لینک ویدیو IDE بالای صفحه اومده. برو ببین، بعد ادامه ویدیو رو نگاه کن. IDE که من ازش استفاده میکنم VS Code هستش. برای نصب کردن VS Code فقط کافی بری سایت VS Code و از اونجا دانلود کنی. فقط دقت داشته باش VS Codeی رو دانلود کنی که مناسب با سیستم عاملت باشه. مثلا اینجا برای سیستم عامل ویندوز، برای لینوکس و برای مک قابل دانلوده. خب برگردیم توی نرم افزار VS Code. من برای اینکه یک سند HTML درست کنم، اول توی نرم افزار باید لوکیشن فایلم رو درست کنم. من اینجا اوپن فولدر میزنم و اینجا یک راست کلیکی میکنم و یک نیو فولدری واسه خودم درست میکنم و اسمشو میذارم HTML. وقتی که واردش میشم سلکت فولدر رو میزنم. حالا تمامی سندهایی که من قرار درست کنم تو اون نیو فولدر که اسمش رو HTML گذاشتیم قرار ذخیره بشه. تو این قسمت من میخوام یک سند HTML درست کنم. از اینجا نیو فایل رو انتخاب میکنم. حالا باید یک اسم بهش بدم. من اسم ایندکس رو بهش میدم و بعد از اون باید حتما پسوند HTML رو به فایلم بدم. حالا ما یک سند خام HTML داریم. بیاید با هم چند خط کد بنویسیم. اولین کدی که تو همه صفحات وب وجود داره و پای ثابت همه سایت ها هستش این کده. Document Type HTML هستش. به زبان ساده ما با این کد به مرورگرمون میگیم این سند HTML 5 هستش. اگر این خط کد رو ننویسیم ممکنه سایتمون کمی عجیب غریب بشه. دومین کدی که ما باید بنویسیم کد HTML هستش. که معمولاً یک اتریبیوت یا ویژگی داره به نام لنگ که ما تو اینجا چون که سایتمون فارسی زبانه FA رو براش می‌نویسیم. بچه‌ها دقت کنید ما دو نوع تگ داریم توی HTML. یه نوع تگ که باز میشه ولی بسته نمیشه مثل داکیومنتای، و یه نوع تگ دیگه هم داریم که باز میشه و بسته میشه
مثل HTML. بیایید به تگ هایی که باز شدن ولی بسته نشدن مثل داکیومنت های بگیم تگ های بدون محتوا و به تگ هایی که باز و بسته شدن مثل HTML بگیم تگ های با محتوا. بچه‌ها دقت کنید، در واقع ما تگ هامون رو اینطوری می‌نویسیم. یه دونه علامت بزرگتر میذاریم، اسم تگ، و بعد تگمون رو با علامت کوچکتر میبندیم اگر تگمون بی محتوا باشه. اگر تگمون با محتوا باشه مثل همین اینطوری می‌نویسیم، میبندیم و بعد جلوتر با بزرگتر اسلش اسم تگ این رو دوباره میبندیم. قسمت با محتوا و بی محتوا کجا هستش؟ به این قسمت ما میگیم محتوا. پس برای همینه به این تگ میگیم تگ های بی محتوا چون قسمت محتوا رو ندارن و به این تگ ها میگیم تگ های با محتوا چون قسمت محتوا رو دارن. تمامی تگ ها میتونن بی نهایت ویژگی بگیرن. مثل چی؟ مثلا من اینجا اسم تگ رو بنویسم و بعد بیام بهش آیدی بدم، کلاس بدم و الی آخر من میتونم اتریبیوت یا ویژگی بدم. توی تگ HTML هم ما اتریبیوت لنگویج رو داریم. اتریبیوت لنگویج میخواد به مرورگر و موتور جستجوگر بگه این سایت برای چه زبانی نوشته شده که هم کمک میکنه به SEO و هم کمک میکنه به خوانایی سایت ما. داخل تگ HTML ما دو تا بخش داریم. بخش اول head و بخش دوم بادی. بخش هد برای متا، لینک ها و تایتل یا عنوان سایت استفاده میشه. بخش بادی جایی که ما تمام چیزهایی که قرار هست تو سایتمون نشون بدیم رو اونجا قراره بذاریم که تو قسمت های بعد قراره آروم آروم با اونها آشنا بشیم. خب رفقا، امروز کلی چیز یاد گرفتیم. مثلا اینکه HTML چیه، ساختار پایه چی هست و حتی اولین کدمون رو نوشتیم. یادتون باشه تمرین کلید همه چیزه. یه فایل HTML درست کنید و کدها رو داخلش وارد کنید. جلسه بعد قرار عمیق‌تر بریم و تو تگ‌های ساختاری غرق بشیم. ممنون که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو به اشتراک بذارید. تا جلسه بعدی موفق باشید.